الرحمن الرحیم. کابل به عنوان یک نام بسیار کهن و من حیث یک شهر متمدن، شهری که در طفولیت آوازش بر ما خوشی و انرژی میداد و کسانی که از کابل می آمدن اونا بسیار پیش ما محترم بودن، چرا که اونا کابل دیده بودن و از کوچه های کابل و از موترهای کابل و از سرک های قیر کابل سخن به میان می آوردن و ما ناخودآگاه عاشق کابل بودیم و تا اینکه این علاقمندی ما باعث شد بریم به طرف کابل. در خاطرم است که ما در مدت 4 شبانه روز به کابل رسیدم و در دوران جوانی و شروع جوانی، آغاز جوانی و مدت جوانی، کابل در واقع وطن ما شد و هر جای می رفتم نارام بودم تا اینکه کابل برم. وقتی کابل می آمدم در کتل خیرخانه می رسیدم احساس می کردم که حال آرام شدم و رسیدم در او هدف نهایی خود. طبیعی است که در شخصیت سازی کابل در من حیث پایتخت افغانستان و قلب افغانستان تاثیرگذاری خود را در وجود ما هم داشت، زیرا در کابل مدرسه بود و در کابل پوهنتون بود، دانشگاه بود، استادان بود. آنهایی که از کابل خبر می آوردن در مناطق اطراف، اونا مردمای خیلی متمدن و هوشیار بودند. یعنی طبیعی است که افراد و اشخاصی که اگر تحصیلات عالی هم نداشتن چون در کابل میزیستن خیلی محترم بودن و خیلی فهمیده بودن و خیلی گپا را میفهمیدن. به هیچ وجه اگر من کابل نمی آمدم و با شخصیت های کابل سر و کار نمی داشتم، دانشگاه نمی رفتم و پیش استادان نمی رفتم و کسانی که اهل دانش بودن با ایشان نشست و برخاست نمی کردم، من سیغانی موجود نمی بودم، بلکه یک آدمی اطرافی و یک آدمی ممکن یک ملای یکی از مساجد اطراف می بودم و تحصیلات عالی نمی داشتم و بالاخره یا به یک چوپانی، دهقانی، زراعتی، کارهای شاقی که در اطراف وجود داره ممکن به اون کارها مشغول می بودم و به تحصیلات عالی دست نمی یافتم و بالاخره به آنچه که امروز خیلی لذت می برم که هستم به اونجا نمی رسیدم. خیلی خرسند هستم که در کابل آمدم و با کابلی ها نشست و برخاست کردم و امروز در قلب افغانستان زندگی می کنم و خیلی چیزهایی که دارم زاده تربیه و تحصیل ما در کابل بوده و ما ممنون کابل هستم. یکی از دلایلی که ما در کابل زندگی می کنم این است که برای خودم، برای اولادهایم کابل مهد تمدن است و اینجا سطح بینش و دانش مردم بسیار بلند است نسبت به سایر جغرافیای افغانستان، البته نه به کشورهای منطقه و جهان، بلکه در محیطی که افغانستان به عنوان 34 ولایت ما در اونجا زندگی میکنیم، کابل بهترین نقطهش است. از لحاظی از که اینجا سطح آگاهی مردم بلند است و مردم به تحصیلات عالی رو آوردن و این مرکزی افغانستان است و در اینجا دانشمندان زندگی میکند، شخصیت های بسیار کلان زندگی میکنه. جایی که من خیلی آرزویش دارم که در اونجا زندگی بکنم او کابل است و اگر جای دیگری برای ما در سایر نقاط افغانستان هم زمینه زندگی مرفهی از لحاظ مادی مهیا شود، شاید ما همین حالت ترجیح بدم که در کابل زندگی باید بکنم. با کابل اینا میگم که همین طوری که سرقافله ترقی و تمدن افغانستان کابل بوده، برایش موفقیت های بسیار بزرگ میخواهیم، درجات عالی از لحاظ معنویات. همو فیلسوف بزرگ میگه که شهر بزرگ آن شهری نیست که آسمان خراش های بسیار بلند داشته باشه، بلکه شهر بزرگ آن شهر است که انسان های بسیار زیاد بلند و انسان های بسیار عالم و دانشمند و فاضل داشته باشه. برای کابل همینطوری که سرقافله تمدن افغانستان است، همین گونه مداوم عمرش طولانی میخواهیم و میخواهیم که به قله‌های بزرگ معرفت و انسانیت و شرافت و تمدن بشری نائل بیاییم.